عزیز دکتر عبدالسلام قریشی هستم، متخصص داخلی عمومی در ولایت تخار. امروز میخوایم درباره فشار خون یک کمی معلومات مختصر بدم. در قدم اول میخوایم که از فشار خون یک تعریف کوتاه داشته باشم. یک بیماری مزمن است که فشار خون در شریان‌ها بالا میره. چقدر نفوس جهان مبتلا به فشار خون است؟ از یک احصایه WHO ذکر کردن که 1.13 بیلیون نفوس جهان به فشار خون مبتلا است. یعنی در هر 4 مرد یک مرد و در هر 5 خانم یک خانم مبتلا هستند. کدام فاکتورها است که خطر فشار خون را بالا میبرد؟ اول استفاده نامنظم نمک. یعنی نمک باید روزانه از 5 گرم کمتر استفاده شود. تو مردم هایی هست که روزانه 10 گرم به بالا استفاده میکنند. در سبزیجات نمک، در شورچای نمک، در دیگر غذاها هم نمک در پیشروش حتما است. از این چیز باید جلوگیری شود، خیلی ضرور است. که دومش استفاده دخانیات مثل الکل و تنباکو و چیزا که هم فشار خون بلند میکنند. و در قدم سوم نبود فعالیت فیزیکی یا کمبودش. یعنی فعالیت فیزیکی یعنی ورزش، باید ورزش شود. و چهارمش که است چاقی است. شخص چاق زودتر مبتلا به شکر و فشار می شود. و پنجمش استفاده غذاهای پرچرب و سرخ شده. چگونه جلوگیری کنیم از فشار خون؟ این هم خیلی مهم است. برعکس از فاکتورهای خطر باید از نمک جلوگیری شود و اندازه کافی استفاده شود. در قدم دوم ورزش صورت بگیرد و در قدم سوم از خوراک‌های پرچرب و سرخ شده استفاده نشود. در قدم چهارم جلوگیری از دخانیات شود، سیگرت، الکل، چیزا استفاده نشود. و همچنان در آخر کوشش شود که استرس، ناراحتی، نگرانی نباشد، چون روان انسان هم به فشار رابطه مستقیم دارد. کسایی که فشار بلند داره مجبور است که اونا متوجه فشارشان باشد، دواهای فشارشان قطع نکنند، در هر ماه با دکترهایشان ویزیت و یا ملاقات داشته باشند، چون کنترل فشار که از کنترل میشن، نه تداوی میشه که از بین برود. دیگه در کنترل تداوی و کنترل شکر و فشار خود مریض هم باید سهم بگیره، نه تنها دکتر. و من الله توفیق.